کارمندان شعبه منطقوی مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت تقلب‌کاری نفرانی را آشکار نمود که با وعده خریداری اکسی‌های شرکت‌های با نفوذ جهانی و با این واسطه به دست آوردن درآمد مبلغ‌های کلان شهروندان را به دست آورده به احتیاجات شخصی استفاده بردند. نسبت تأسیس دهندگان پیرامید قلبکی پولی برای مردم فریبی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. از طرف کارمندان شعبه منطقوی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت مردم فریبی یک گروه متشکل که خود را بر دروغ نماینده شرکت خارجی یونیک فیننس معرفی کرده با وعده خریداری سهمیه‌های شرکت‌های با نفوذ جهانی که امکانیت می‌دهد شخص سهمیه‌دار از فایز بالاروی نرخ سهمیه درآمد پولی به دست آورد مبلغ‌های کلان شهروندان را جمع‌آوری نموده به احتیاجات شخصی صرف کردن آشکار کرده شد. شهروند حسینов نورالله سفرویچ سال تولدش 1978 استقامت کننده شهر دوشنبه راهبر جمعیت دارای مسئولیتش محدود نور سفر از تأسیس دهندگان این پیرامید قلبکی پولی است که در برابر او باز نسبت 7 نفر دیگر پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. هنگامی از طرف شهروندان طلب کردن مبلغ‌های خود چی حادثه رخ دادنش ممکن است؟ اون مبلغ‌ها را اونها میتونن برگشت گرفتن. این مبلغ رو نه فرخ سیفیوف نه شمشاد محمدوف نه نورالله حسینوف به دست گرفتگی نیست، این نمیگیره و جوابگری هم در گرده ما نیست. برای با موفقیت اجرا نمودن نقشه جنایتی گمانبران در حدود شهرهای دوشنبه و خوجند اداره خود را تأسیس داده به جلب شهروندانی در آرزوی پولی زیاد بوده مشغول میشوند. نفرانی ناآگاه از شمار شهروندانی کسب و کاری گوناگون از جمله صاحبکاران با امید به دست آوردن پول پسندازهای خود را به آنها باور کرده سپاریده بر عوضش سهمیه‌های قلبکی ساخته شده را گرفتند. به سخنان آنها باور کرده رجیستراسیون شدم. بعداً ماهی ایولی سال 2019 در کنفرانسی جمهوری که در کاخ سعودیان شهر خوجند برگزار گردید در آنجا نورالله حسینوف خود را همچون راهبر شرکت نورسفر معرفی نموده در کنفرانس بعداً در کنفرانس ابراز نمود که گویا شرکت یونیک فیننس قانونی گردانیده شده به زیر تابع شرکت نورسفر می باشد. بعدا من به سخنانی که در سمینار در کنفرانس نورالله حسینوف گفت و آنها باور کردم. بعدا به مبلغی $16,000 آمریکایی اکسیه خریداری نمودم. تشکیل سمینار و ترینینگ ها در سطح ولایتی و جمهوری گویا برای بالا بردن دانش‌های اقتصادی مشتریان به سخن‌های بافته باور کرده جهت گرفتن سرتیفیکات دیده و دانسته دادن رکلام بر دروغ در وسایط اخباری عامه شیوه دیگری این مردم فریبی هاست. وقتی که در کاخ مطبوعات شدند اوفیس گفته همه رسم‌های چسباندن همونجا برند و کمپانی‌های همه اکسی‌های چسباندن خود کمپانی نزدکم بیرژی نزدکم موی برده نشان دعوت کردن اومده ببینید من همش قانونی شدگی وقتی که من رفته دیدم که حقانی همش موندگی اونجا ما باور کردیم و باز یعنی که من باز یک بار دیگر 1000 دیگر گذاشتم که اصلا فایده گیرم گفته. این حال از روی حادثه با دو ماده کودکس جنایتی 247 قلابی و 276 دیده و دانسته دادن رکلام بر دروغ پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. نام و نسب 15 نفر و تفتیشات جبریده اعتراف نموده باشد هم این شماره نهایی نیست. ضرر رسانده شده به هر کدام جبریده که ساکنان شهر و ناحیه‌های خوجند باباجان غفور و ویس روشن میباشند از 1000 تا $45,000 گفته می شود. یونیک فایننس گفتگی باید دست یک نمودی درآمد دست. همچنین مثال خرید کردیم و هر ماه مثلا $50 $60 فایده میگیری گفته وای کردم همه خرید کردیم بعد یک 4 نفر دیگه خشتوارو در آورده همین آبشی خرید کردیم همین سومه همین $18,000 وای شد. نفرانی از همین گروه ضرر دیده می توانند به شعبه منطقوی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت یا مقامات میلیسیای محلی زیست خبر دهند.